کمیته اولویت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز دوم اپریل سال 2023 باران‌های پرشدت در بعضی نواحی شمال کشور باعث سیل آبخیزی شد، ولی خوشبختانه این آفت‌های طبیعی تلفات جانی نداشت. دوم اپریل سال 2023 تخمیناً ساعت 17:10 در نتیجه باران‌های زیاد سیل حدود کوچه زحل شهر خوجند را فرا گرفت. تخمیناً ساعت 23:40 نجات دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت از میان لایقه زیاده از 2 ماشین تمغه گازل را بیرون کشیدند. همچنان با تلاش امدادگران قسمتی از روی دوشنبه چنوق که از شهر خوجند عبور میکند از لایوبه و سیلووردها پاکوری شد. دوم اپریل سال 2023 ساعت 17:00 بر اثر باران‌های پی در پی در حدود جماعت یاوه نوی باباجان غفوروف نیز سیل آمده به 2 کیلومتر راه محلی ضرر رساند. همچنین یک خانه استقامتی قسماً زیر آب مانده، 2 مالخانه و بخشی از میدان باغ زردالو نیز قسماً ضرر دید. در جماعت دیوت دهموی نوی جبو رسولوف نیز سیل آمده است. همچنین دوم اپریل سال روان بر اثر باران‌های پرشدت در قلمرو جماعت چورکو در کنار شهر اسفره از حدود مرزی جمهوری قرقیزستان سیل آمد و لایوبه نزدیک به 200 متر راه محلی را پوشاند. کمیته اولویت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه این سیل‌ها تلفات جانی نداشتند و برای برطرف کردن پیامدهای سیل و معاین کردن حجم ضرر رسیده در منطقه‌های یاد شده کمیسیه‌های حالت‌های فوق‌العاده فعالیت دارند.